سلام، بریم که با هم یه میرزا قاسمی خوشمزه رو درست کنیم. 3 عدد گوجه رو رنده میکنم. شما میتونید اون رو نگینی خورد کنید. چهار عدد بادمجان رو کبابی میکنم. شما میتونید اونا روی گاز هم کبابی کنید یا اگر شرایطش ندارید بادمجان ها رو سرخ کنید. بهتره با چاقو روی بادمجونا چند تا سوراخ ایجاد کنیم که بهتر مغز پخت بشه. خب بادمجونای ما آماده است. اونا رو پوست میکنم و ساتوریشون میکنم. شما میتونید کامل لهشون کنید. دو حبه سیر رو ریز خورد میکنم و داخل روغن سرخ میکنم. اگر دوست داشتین میتونین از سیر بیشتری استفاده کنید. گوجه های رنده شده رو اضافه میکنم تا کمی آب اونا تبخیر بشه. شما میتونین به دلخواه از گوجه بیشتری استفاده کنین یا برای خوش رنگ شدن کمی از رب گوجه فرنگی هم استفاده کنین. بعد از مدتی که گوجه ها تفت خوردن و آب اونها تبخیر شد، نمک، فلفل و زردچوبه اضافه میکنم. الان موقع اضافه کردن بادمجون هاست. بادمجون ها هم کمی داخل روغن سرخ میکنیم. تمام مواد را یک گوشه از ماهیتابه جمع میکنم و 2 عدد تخم مرغ داخل ماهیتابه میشکنم و هم میزنم تا تخم مرغ خودش رو بگیره. میتونین جداگانه هم داخل یک ماهیتابه دیگه این کار رو انجام بدید. بعد از اینکه تخم مرغ کمی بسته شد، اونو با بقیه مواد ترکیب میکنم. میتونیم برای تزیین یک تخم مرغ رو جداگانه داخل ماهیتابه بپزین و اون رو روی میرزا قاسمی زمانی که کشیدین برای تزیین قرار بدین. شما میتونید برای اینکه رنگ بهتری داشته باشه یه قاشق رب هم اضافه کنید. غذای ما آماده است. نوش جان.